بنابراین کوشا باشید و کوشش کنید و آماده و ساخته باشید و اینجا که جایگاه توشه اندوزی است توشه اندوزید و نگذارید زندگی دنیا شما را بفریبد، همان گونه که امتهای پیشین و مردم درگذشته پیش از شما را فریب، همانان که شیر دنیا را دوشیدند و از غفلتش بهره بردند و زمانش را به پایان رساندند و تازه اش را کهنه کردند و سرانجام جایگاه سکونتشان گورستان و دارایی‌هایشان میراث بازماندگان شد و دیگر کسانی را که به دیدارشان میشتافتند نمیشناختند و به آنان که بر آنان میگریستند اعتنا نمیکردند و به کسانی که آنان را فرا میخواندند پاسخ نمیدادند. بنابراین از دنیا حذر کنید که غدار فریبکار فریفتار است، با یک دست میبخشد و با دستی دیگر باز میستاند، میپوشاند و برهنه میکند، آسایشش دوام ندارد و سختیش پایان نمیپذیرد و بلایش فرو نمیایستد. اما پارسایان گروهی از اهالی همین دنیا بودند و از آن نبودند، در آن به گونه کسی زیستند که اهل آن نیست و در آن با بینش عمل کردند و از دست آن چه می‌هراسیدند با پیش افتادن گریختند.